تقریبا ساعت 4 صبح 28 فوریه به وقت کیف نیروهای روسیه دوباره به تیرباران پایتخت اوکراین و خارکوف دومین شهر بزرگ این کشور سر کردند. شهردار کیف خبر داد که ساعت 8 مغازه‌های خوراکواری و نقلیات جمعیتی به کار می‌دروند ولی قطارهای مترو کمتر حرکت می‌کنند. از ساکنان کیف خواستند که بدون ضرورت به کوچه نبرایند چون که جنگ‌ها تقریبا در همه گوشه‌های شهر ادامه دارد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 27 فوریه فرمان داد که سلاح‌های هسته‌ای روسیه را به رژیم مخصوص نوبرداری جنگی گذرانند. پوتین گفت این اقدام در پاسخ به سخنان پرخاشجویانه رهبران ناتو گرفته می شود. وزارت مدافع روسیه بار اول تلفات جنگی طرف خود را اعتراف کرد ولی یگان رقم نآورد. وزارت مدافع اوکراین گفت طی 4 روز اول جنگ‌ها تخمینا 4300 نفر از نیروهای روسیه کشته یا زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی اوکراین گفت از اول جنگ‌ها از طرف اوکراین 352 نفر به هلاکت رسیده، 1684 نفر زخمی شدند. اتحاد اروپا به اوکراین به مبلغ 450 میلیون دلار سلاح جنگی میدهد. در تاریخ اتحاد اروپا این بار اول است که این سازمان به یک کشور جنگ زده چنین یاری میرساند. همچنین برخی کشورهای عضو اتحاد اروپا گفتند که به اوکراین هواپیماهای جنگی میدهند. روز 27 فوریه در تظاهرات ضد جنگ در روسیه بیش از 2700 نفر و در بلاروس دست کم 545 نفر دستگیر شدند. صبح 28 فوریه در ساحل دریای پریپیات در مرکز اوکراین با بلاروس نخستین مذاکرات اوکراین و روسیه آغاز می‌یابد. در این باره پرزیدنت اوکراین و بلاروس روز 27 فوریه به توافق رسیدند. دیوید ارخامیا رهبر حزب سلوگا نرودا که در این مذاکرات از اوکراین نمایندگی میکند در فیسبوک نوشت مذاکرات باید یا به سمت برای اوکراین لازم پیش بروند و یا مثل کشتی جنگی روسیه. در میدان شرح او افزود ما پیشنهاد رو گوش میکنیم سپس بررسی میکنیم که ارزش دارند یا نه. قرب روبل روسیه صبح 28 فوریه نسبت به دلار و یورو حدود 30% پایین رفته. در بازارهای فورکس متناسباً با 113.5 روبل برای یک دلار و 127 روبل برای یک یورو رسید که قرب در تاریخ بی سابقه به شمار می رود. صبح بر وقت 28 فوریه قرب یورو با 133 روبل و دلار با 118 روبل نزدیک شده بود. اتحاد اروپا از 28 فوریه حریم هواییش را برای هواپیماهای روسیه پوره بست. در سند گفته می شود که همه گونه هواپیماهایی که به روسیه شرکت‌های روسی و یا حتی به شهروندان روسیه تعلق دارند حق نشستن و پرواز کردن و حتی گذشتن از حریم هوایی کشورهای عضو اتحاد اروپا ندارند. رهبر دنر دنیس پوشیلین صبح 28 فوریه در دهه پاولاپول در نزدیکی ماریوپول هدف تیرباران قرار گرفت. بنا به خبرها او آسیب ندیده است.